مسئولان دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان در تاجیکستان گفتند که در دعوت تیرماهی امسال ابله و یا شیوه بازور بردن جوانان به ارتش را اکثرا ماموران میلیسا انجام می‌دهند. دلشاد جورایف وکیل دفاع این سازمان هفته گذشته این حالت را شخصا تجربه کرده است. او روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه کارمندان میلیسا او را بازداشت کرده به کمیسریات حربی بردند. دلشاد جورایف میگوید او را یک کاپیتان میلیسا که همراه با 3 نفر مشغول کار بودند در راه داشته سالش را پرسیدند. او گفت کاپیتان سلام کرد و در حالی که دستم را رها کردنی نبود چند ساله بودنم را پرسید. و به خاطر آنکه مطمئن شود ابله و وجود دارد خود را 27 ساله معرفی کرده است. این وکیل سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی که به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوندگان مشغول است میگوید در کمیسریات حربی با چند جوان واخورد که مثل او به دست افتادند. به سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در دعوت تیرماهی 12 نفر مراجعت کرده است که به گفته پیوندانشان ابله شدند. به قول مسئولان سازمان در اکثر حالت پیوندان جبردیده‌ها کارمندان پلیس را عامل ابله می‌دانند. خورشیدر رحیم‌آوا و مسئول دیگر این سازمان 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برای جلب جوانان به ارتش برخی از مسئولان حکومت‌های محلی از نیروی ماموران پلیس استفاده می‌کنند که خلاف قانون است. او برای مثال قرار حکومت ناحیه سپیتامین ولایت سوغد را مثال آورد که به شعبه کارهای داخلی گفته است به کمیسریات حربی در جلب جوانان به ارتش یاری کنند. ضمناً این سازمان میگوید در پی ابله و دخل ناپذیری منزل ساکنان نیز نقض شده است چون کارمندان میلیسا بدون پرسش وارد خانه دعوت شونده ها شده جوانان را به ارتش بردند. در 10 روز اخیر نیز 2 نفر از ابله شدن پسرانشان طریق کارمندان میلیسا بر رادیو آزادی شکایت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در موردی از جانب کارمندان میلیسا ابله شدن هیچ شکایت دریافت نکرده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در معرکه‌های مثل دعوت به خدمت حربی کارمندان وزارت به تامین ترتیبات جمعیتی مشغولند.